به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوشحالم که آموزش‌های ما برای شما مفید و فایده بوده و پیام‌های پرمهر شما رو دریافت می‌کنیم که تونسته مسیر خیلی خوبی رو برای شما ترسیم بکنه. تو این ویدیو می‌خوایم در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم که چند نوع مالیات تو ایران داریم و شاخه بندی‌های مالیات چه شکلی هستن، چون به ما دید خیلی خوبی میده. خب اگه موافق باشیم بریم روی صفحه و ببینیم که داستان از چه قراره. ببینید دوستان من، ما توی ایران دو نوع مالیات داریم. انواع مالیات در ایران میشه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم. چرا اسمش مستقیم و غیر مستقیمه؟ ببینید فرض کنید که من مثلا یک مغازه‌ای دارم. برگ تشخیص مالیاتی سازمان مالیاتی مستقیم به اسم خود من صادر میشه و از خود من میگیرن. چرا اسمش غیر مستقیمه شماره 2؟ چون شما فرض بفرمایید که من زمانی که میرم سوپرمارکت و مبلغ کالایی رو پرداخت میکنم، اون مبلغ توش نوشته، مثلا من دارم پفک میخرم، نوشته قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، پس پولی که به صاحب مغازه میدم این غیر مستقیم به دولت واریز میشه، برای همین اسمش غیر مستقیمه. اما هر کدوم از این مالیات های مستقیم و مستقیم خودشون زیر شاخه دارن. نگاه کنید، مالیات های مستقیم خودش به دو شاخه کلی تقسیم میشه: مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی. مالیات بر درآمد خودش 4 تا زیر شاخه داره: مالیات بر درآمد املاک مثل اجاره، سرقفلی، نقل و انتقال. مالیات بر درآمد مشاغل، بقال سر خیابونتون، اون پزشک، وکیل، دندون پزشک. مالیات بر درآمد اتفاقی چیه؟ اگر شما جایزه ای رو ببرید، جالبه احتمالاً نمیدونستین که باید مالیات بدین. مثلا آقای مهران مدیری، مثلا آقای رامبد جوان، یه دفعه تو برنامه‌شون میگن شما برنده 200 میلیون تومان پول شده اید، این 25% مالیات برادر من. یا مثلا شرکت چای ایکس، شرکت فلان، وقتی میاد جایزه ای میده بهش اتفاقی میخوره. تنها استثنای این موضوع جوایزی هستن که بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز میدن که جلوتر دربارش حتما صحبت میکنیم. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها و مؤسسات هر چقدر که سود داشته باشند باید مالیات بدهند. اما بریم سراغ اون ور داستان، یعنی مالیات بر دارایی. مالیات بر دارایی خودش 2 تا زیر شاخه داره: مالیات بر ارث و حق تمر. چقدر دوست دارم که در ارتباط با مالیات بر ارث با شما صحبت بکنم، ولی چون نگاهمون توی آموزش‌های زرینپال نگاهمون بیزینسیه، اگر درخواستتون زیاد باشه، درخواست شما زیاد باشه و برای ما بفرستین که آقا میشه لطفاً در ارتباط با مالیات بر ارث هم صحبت بکنید، ما حتماً به نظر شما احترام میذاریم و این کار رو میکنیم. ولی اگه موافق باشین این آخری نگاه کنید، حق تمر رو میبینید. این آخری مالیات حق تمر رو قبلا دربارش صحبت کردیم، اما یه گریز مفصل تری بزنیم. مالیات حق تمر که قدیما بهش گفتن مالیات اوراق بهادار، چجوری بود؟ قدیما برای اینکه میخواستن بگن که مالیات این برگه پرداخت شده، یک تمر کوچیکی رو روش میچسبوندن که هنوزم هست. یعنی شما میخواید مدارک تحصیلتون رو برید بگیرید، دیدین دیگه، میگن که یه تمر مثلا 2000 تومانی، 5000 تومانی بعد روش بزنی که ما بفهمیم که مالیات این پرداخت شده. این فلسفهش از اینجا میاد. در حال حاضر به 3 شکل این مالیات حق تمر پرداخت میشه: فیش بانکی، مثلا من یک پیمانکاری هستم که مبلغ حق تمرم روی معامله خیلی بالاست، خب من نمیتونم از این 5 تومن بگیرم که، میرم اینو واریز میکنم و فیش میبرم. 2 نقش تمر بر روی برگه، به عنوان مثال چک، هر برگه چک 20 تا تک تومن مالیاتشه. یا سفته، مبلغ مالیات سفته نیم در هزار، یعنی شما مثلا اگر 10 میلیون تومان سفته بگیرین، نیم هزارمشو باید مالیات بدین. اما جدیدن این دکه ها یه زرنگی میکنن،
این نیم در هزار رو به صورت خودجوش خودشون کردن 1 در هزار، بقیه‌اش میزنن جیب خودشون، بعد به ملت میگن این مالیاتشه. بعدی الساق تمبر، مثل الان شما مثلا برو گواهی مدرک کارشناسی رو بگیر، میگن بعد بری حتما الساق بکنید تمبر رو. اما جالبه بدونید، پایین‌تر نگاه بکنید، مالیات حق تمبر در 2 حالته. یک، اول میگیرن بعد اونو به شما میدن. مثلا بعضی از ملت میخوان برن سفته بگیرن، فکر میکنن پول کاغذشو دارن میدن. نه خیر، تو تا مبلغ مالیات حق تمبرشو ندی اصلا اون سفته رو بهت نمیدن. پس اول میگیرن بعد اونو بهت میدن، مثل چک و سفته. ولی جالبه در مقابل این اوراق بهادار رو داریم، سهام. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما شرکت ثبت بکنید یا افزایش سرمایه بدین، یادتونه بهتون گفتم 2 ماه فرصت دارید برید حق تمبر رو باطل کنید. اول شما این کار رو انجام میدین بعد از شما میگیرن، برعکس حالت قبلی بود که نیم در هزارش رو میرید باطل میکنید و 2 ماه هم فرصت دارید. اگر این کار رو نکنید، یادتونه گفتم ماده 51 میگه 2 برابر جریمه میشین. اما استثناءاتی هم همین حق تمبر دارد. این مورد رو نگاه کنید. 1، شرکت‌های تعاونی مشمول مالیات حق تمبر نمیشوند. 2، مؤسسات هم مالیات حق تمبر لازم نیست بدن، فقط شرکت‌ها لازمن. آقا اشخاص حقیقی حق تمبر دارن؟ جواب خیر، فقط شرکت‌ها هستن. اما آخرین مطلبی که در ارتباط با این حق تمبر وجود داره اینه که آقا حق تمبر یک دسته‌بندی دیگه‌ای هم داره، مالی و غیر مالی. مالی مثل چک و سفته و برات و بارنامه، غیر مالی مثل جواز کسب و گواهی رانندگی و معافیت پزشکی و پروانه کسب. پس ما اینجا حق تمبر رو ببندیم. اگر سوالی در ارتباط با مالیات حق تمبر داشتین برای ما ارسال بکنید، حتما بهش جواب میدیم. میریم سراغ مالیات‌های غیر مستقیم. مالیات‌های غیر مستقیم هم به 2 شاخه تقسیم بندی میشن: مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش. مالیات بر واردات چون متولیش گمرکه، یعنی گمرک اصلا کلا میگیره به سازمان میده، ما کاری باش نداریم، خود گمرک میدونه. اما مالیات بر مصرف و فروش، یعنی سمت چپ، 3 تا زیر شاخه داره: فرآورده های نفتی، فروش سیگار و ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده تقریبا همه افراد یک جامعه رو درگیر میکنه. از یه بچه 6 ساله‌ای که میره سوپرمارکت خرید میکنه، روی خریدهاش باید 9% بده، تا شخصی که فوت میکنه. چند وقت پیش یک عکسی پخش شده بود تو شبکه‌های اجتماعی، بنده خدا طرف فوت کرده بود، خدمات بهشت زهرا بهش ارزش افزوده میخورد. یعنی طرف فوت کرده ولی از وراثش دارن 9% خدمات بهشت زهرا رو هم میگیرن. پس با این تعاریف و با این داستان ها ذهن ما آماده میشه برای ورود به یه سری مسائل حرفه‌ای تر. پس ما توی این قسمت یاد گرفتیم که انواع مالیات تو ایران کدوم هستن و یه توضیح مختصری هم دادیم. حق تمبر که کلا صحبت دربارش کردیم. با ما همراه باشین تو آموزش‌های بعدی. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. مرسی از شما.